در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام خدا به اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم توفیق دارم باز هم امروز با شما هم نشین باشم و خدا کنه که انشالله یادش در دل ما جاری باشه. با افتخار محضر سرور ارجمندم سر سفره قرآنیشون مهمون هستیم. حجت الاسلام سرور ارجمند استاد سید محمد حسین عظیمی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم. خدا حفظتون کنه، قدمتون به روی چشم. قاعده تفضیل و تکریم در قرآن کریم رو برامون میفرمودن، رسیدیم بعد از بیان قاعده تکریم به قاعده تفضیل و در ارتباط با اون رفتیم سراغ ملائکه، اون مجراهای اصلی فیض الهی و امداد الهی. فرمودن اونها هم مراتبی دارن برای خودشون. بریم خلاصه از قبل عزیزانمون آماده کردم با شما ببینیم، خیلی آماده برمیگردیم انشاءالله. محضرتون هستیم. در آیات قبلی که خوندیم جلسه قبل، تعبیر این بود که ملائکه ممد شما هستند. یمدکم ربکم به 5,000 به 3,000 به 1000 ملک، به 3000 ملک، به 5000 ملک. تعبیر امداد بود. حالا اینجا آمده در آیه 12 تعبیر به ثبتو کرده، یعنی خدا به ملک میفرماد که من کنار شما هستم. یعنی انرژی که شما دارید، قدرتی که شما دارید مال منه و من کنار شما هستم. این انرژی رو شما پیوسته خواهید داشت، لذا شما قدرتمند خواهید بود چون من کنار شما هستم. حالا برید، حالا که من کنار شما هستم، حالا که من به شما انرژی دادم و میدم، برید چه کار بکنید؟ برید فثبتوا الذین آمنوا، تثبیت کنید کسانی را که ایمان آوردند. گرفتید اصلا ملائکه کی بودن، چه نیروهایی بودن، چقدر قدرتمند بودن. به خاطر قدرتشون اصلا بهشون گفتن ملک و خدا اینا رو میفرسته، این انرژی رو، این انرژی بسیار زیاد رو میفرسته کنار بشر. بعد میاد به بشر میگه من ولت نمیکنم. و آدم واقعا احساس میکنه بعضی جاها، میفهمه که خدا رهاش نمیکنه. خدا داره به شکل‌های مختلف تو زمینه‌های مختلف داره کمکش میکنه. تازه ما بعضی جاها حس میکنیم ولی اونا همه یه جاها هستن. اونا همه جا هستن و هرچی انسان کاملتر بشه و در این جمله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در قالو و در استقاموا محکمتر باشه، این امدادها رو بیشتر دریافت میکنه و بیشتر حس میکنه. همراهی شما با پیام هاتون، با سوالات و نکات و پیشنهاداتتون خیلی ما رو دلگرم میکنه. 3720 مسیر پیامک و همینطور ادساین یاد خدا آندرلاین QTV هم میتونید فضاهای مختلف مجازی ما رو صفحمون رو دنبال
بفرمایید. با افتخار محضر حضرت عالی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از آیه 70 سوره اسراء که فرمود و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. دو قاعده رو استخراج کردیم. اول قاعده تکریم رو که مفصل بهش پرداختیم و مدرکش رو گفتیم، فواید و آثار و برکاتش هم گفتیم، شبهاتی هم بود پاسخ دادیم. و دوم قاعده تفضیل. در قاعده تفضیل مهمترین بحثی که مطرح شده این است که آیا انسان از ملک برتر است یا برتر نیست. و ما گفتیم که ثمره عملی این بحث این می شود که اگر بناست انسان اصل است، ملک فرع است که در اصالت الانسان مطرح شد، و همچنین اگر بناست انسان فاضل است و ملک مفضول است، شاید بتونیم اینطور استفاده بکنیم که ما می توانیم از ملک استفاده بکنیم. باید روشن بکنیم که چه استفاده هایی می توانیم بکنیم و چطور می توانیم این استفاده را بیشتر و بهتر و بهینه سازی بکنیم. برای اینکه بتونیم به پاسخ صحیحی برسیم آمدیم یه مقداری از قرآن استفاده کردیم و رابطه ملک رو با انسان بیان کردیم. چند نکته رو در جلسات قبل گفتیم. یکی این که قرآن میگه ملائکه بعضی ها رو لعنت میکنن، دیگر این که گفت باید ایمان به ملک داشته باشید، دشمن ملائک نباشید، امدادهای الهی توسط فرشتگان به بشر میرسد، بشر ملک رابطه بین خلق و خداست، بین انسان و خداست. نکته دیگر این بود که ملک ارتباط خاص با بعضی از افراد بشر برقرار کرده در قرآن، مثل رابطه خاص ملک با حضرت مریم در حالی که پیغمبر هم نبود، و همچنین آیه‌ای که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، که ملائکه نازل شدند بر کسانی که ایمان آوردند و بر ایمانشان ایستادند. اما نکته دیگری که مطرح هست، نکته ششم، این که ملک برای انسان استغفار میکند. آیه 5 سوره شورا رو جلسه قبل خوندیم، حالا آیه 7، 8 و 9 سوره غافر میفرماد الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به. ملائکه در جلسه قبل هم گفتیم ملائکه هم کوچک و بزرگ دارن، فاضل و مفضول دارن. یعنی در میان خود ملائکه بعضی از ملائکه از درجات بالاتری برخوردارن، مقربترند از سایرین. مسلما کسانی که حامل عرشن، ملائکه‌ای که حامل عرشن و ملائکه‌ای که اطراف عرش در طوافند، اینها بالاخره از ملائکه هستند که درجات بالاتری دارند. قرآن فرماد الذین یحملون العرش، یعنی کسانی که عرش را بر شانه حمل می کنند، و من حوله، کسانی که اطراف عرش در طوافند، اینها تسبیح پروردگار می کنند، ایمان به خدا دارند و یستغفرون للذین آمنوا. اینا یکی از کاراشون اینه که استغفار میکنن برای مؤمنینی که در زمین زندگی میکنن. یعنی دائم از اون ناحیه به زمین برای مؤمنین و مؤمنات انرژی مثبت میاد. بعد دعا میکنن. دعاشون اینه، میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خدایا رحمت تو، علم تو همه چیز رو فرا گرفته. فغفر، حالا که اینطور است ببخش. غفران تو شامل حال للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. غفران تو شامل حال مؤمنین کن، شامل حال کسانی کن که توبه کردند و تبعیت کردند از راه تو، و اینها را از آتش جهنم حفظ کن. قهم عذاب الجحیم. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. خدایا اینها رو، پدرهاشون رو،
همسرانشون رو، فرزندانشون رو، اینا رو وارد بهشت کن. و قهم السیئات، از بدیها اینا رو حفظ کن. و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم. جالب اینه که در این آیه فرماد الذین یحملون العرش، حاملان عرش، هم برای مؤمنین استغفار میکنند، هم برای مؤمنین دعاهای ویژه‌ای مطرح میکنند که دعاهاش تلاوت شد. نکته هفتم، این نکته ششم بود. نکته هفتم این که قرآن در سوره بقره آیه 102 ملک رو معلم انسان معرفی میکنه. از این هم بگذاریم. در سوره نکته هشتم این که قرآن میفرماد ملائکه بر مؤمنین و بر انسان کامل به خصوص صلوات میفرستند. حالا یه بار فرمود دعا میکنند، یه بار فرمود استغفار میکنند. ان الله و ملائکته یصلون علی بر انسان کامل 56 احزاب، همین آیه که فرمودید ان الله و ملائکته، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در سوره احزاب آیه 43 میفرماد هو الذی یصلی، بحث پیغمبر دیگه نیست، بحث مؤمنینه، مثلا در مورد مؤمنینه این آیه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رؤوفا. میدونید که ما یه بحثی کردیم در مورد نماز، یه وقتی همینجا در همین بحث قواعد قرآنی و یاد خدا که گفتیم قرآن می‌فرماد تمام موجودات عالم بلا استثناء، حتی خود خدا نماز میگذارند. اصلا ما موجودی که مصلی نباشد در عالم نداریم. حتی پرنده‌ای که در آسمان میپرد و طیر و صافات، یعنی بالشو باز کرده تو آسمان در حال پرواز هست، قرآن میفرماد کلون قد علم صلاته، همه این موجودات نمازشون رو بلدن بخونن. از جمله کسانی که نماز میخواند خداست. منتها حالا فرق نماز ما و نماز خدا این است که نماز ما برای خداست، نماز خدا بر ماست، برای ما نیست، بر ماست. لذا هو الذی یصلی علیکم، یعنی موقعی که نماز گزار خداست، خدا نماز میخونه بر شما، بر علیکم. شما. ما نماز میخونیم قل ان صلاتی و نسکی و مماتی و محیای، حالا آیه را اگه درست بخونم، و محیای و مماتی، بله، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. نماز ما لله، نماز خدا علینا هست. هو الذی، حالا تفاوتش چیه ان شاءالله بماند در بحث نماز خواهیم گفت. حالا اینجا رو ببینید، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، یعنی ملائکه خداوند بر شما انسان نماز میخوانند. یعنی یه فیضی داره از ناحیه اونا میاد به ما میرسه، اونا نماز میخونن یه چیزی به دست ما میرسه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما، برای اینکه شما رو از ظلمت خارج کنن به نور بیارن. نکته نهم و آخرین نکته فکر میکنم در این بحث این که ملائکه اولا تعدادشون خیلی زیاد، قابل شمارش نیستن. نکته دیگر این که همه جا هستن، همه جای دنیا هستن و هم در دنیا هستن هم در آخرت. در آخرت هم اینطور نیست که ملائکه فقط توی بهشت باشن، ملائکه توی جهنم هم هستن. لذا قرآن فرماد یا سوره اسراء آیه 6 فرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره. مراقب خودتون، مراقب زن و بچه‌تون باشید که در آتش جهنم نیفتید. بعد میفرماد این جهنم علیها ملائکتون، ملائکه‌ای بر این جهنم مأمورن، غلاظ شدادون. یعنی اینطور نیست که از ناحیه ملائکه همیشه مهربانی بیاد، بعضی موقع اینا خیلی با شدت و با غلظت برخورد میکنن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون.
اعمال عدل خدا رو احتمالاً مجرای اصلیش باز ملائکه باز در ملائکه جهنم. هستن. عذاب هم که میاد تو جهنم از طریق ملائکه اعمال میشه و اینا هر دستوری که خدا داد انجام میدن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. حالا ببینید نکته‌ای که من میخوام استفاده بکنم اینه. وقت دارم؟ بله بله. نکته‌ای که میخوام استفاده بکنم اینه که با توجه به مطالبی که گفته شد، آیاتی که خونده شد، 9 نکته‌ای که از قرآن بیان شد، اهمیت بحث و ثمره عملی این بحثی که ما میخوایم مطرح بکنیم روشن میشه. که ببینید ما گفتیم که انسان برتر است یا ملک. اگر ثابت کردیم که انسان برتر است، که ما به این نتیجه رسیدیم، بعداً ادله‌اش رو بیان خواهیم کرد، پس معلوم میشه که این انسان قرار است از ملک استفاده کند و یه استفاده هایی ملائکه برای انسان دارد که اگر انسان قوای خودش رو جمع کنه، بر خودش مسلط بشه، این سرمایه هایی که در اختیارش هست بتونه ازش استفاده بکنه، بهتر و بیشتر میتواند ملک را به استخدام در بیاورد و از ملائکه استفاده بکند و پرواز کند در این فضای عالم قدس انشاءالله. انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. محضر قرآن کریم مشرف میشیم. آیه خاصی مد نظر حضرت عالی هست؟ آیه 43 سوره احزاب. بریم محضر سوره مبارکه احزاب، آیه 43 رو با بیننده‌های خوبمون میشنویم و برمیگردیم. بخش پایانی فرمایشات استاد عظیمی رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی یصلی علیکم هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. آیه 43 سوره احزاب رو شنیدیم. بعد از اینکه این مقدمات بیان شد و اهمیت بحث ما روشن شد و معلوم شد که خیلی برای ما پاسخ این سوال مهمه و ثمره عملی دارد که بدانیم انسان افضل هست یا افضل نیست، انسان میتواند از ملائکه استفاده بکند یا نمیتواند استفاده بکند، به تعبیر دیگری خب وارد بحث اصلی بشیم، به این سوال بپردازیم بالاخره تکلیف چیه؟ ما از ملائکه برتر هستیم یا از ملائکه برتر نیستیم؟ و از آیه 70 سوره اسراء چه میتونیم استفاده بکنیم؟ میشه از آیه 70 سوره اسراء استفاده کرد که انسان برتر از ملک است و لذا میتواند از اونها استفاده بکند و انرژی هایی را از اونها دریافت کند یا نه؟ وارد این بحث بشیم. اما باز باید یه مقدمه دیگه عرض کنم قبل از اینکه برم مستقیما سراغ آیه. بد نیست یه نگاهی به روایات و سایر آیات بندازیم، ببینیم سایر آیات و روایات چی میگه. انسان رو افضل میداند یا انسان رو افضل نمیداند؟ بعد بریم سراغ آیه 70 سوره اسراء. اینجوری بهتر میتونیم به نتیجه برسیم. به روایات که مراجعه کردیم، روایات بسیار زیادی، اونم با بیانهای مختلف به شکلهای مختلف، این مطلب رو ارائه کرده که انسان از ملک افضل. اصلا مستقیما آمدن از
حضرات معصومین سوال کردن، حضرات پاسخ دادن که شما از ملک افضلید. نگفتنم من از ملک افضلم، نگفتن من از جبرائیل بالاترم، شما از ملک افضلید. و در مورد مؤمن میدونید روایات خیلی زیادی داریم که المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، از کعبه هم احترامش بالاتره در مورد مؤمن. حالا من 2-3 تا روایت خدمتتون عرض میکنم. یک روایتی در کنز الدقایق نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اثناء کلام طویل، همطور که حضرت داشتن سخنرانی میکردن، وسط سخنرانی به مخاطبین خودشون این جمله رو فرمودن: انتم افضل من الملائکه، شما از ملائکه بالاترید. خب این یک روایت. از این نوع روایات زیاد داریم. یه روایت دیگری هم علل و شرائع نقل میکند که باز کتاب های تفسیر روایی این روایت نقل کردن که اونجا عبدالله ابن سنان میگه که از امام صادق پرسیدم که الملائکه تو افضل ام بنو آدم، ملائکه بالاترند و افضلن یا بنی آدم؟ همین سوال محل بحث ما. حضرت فرمودن که قال امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیرالمؤمنین فرمودن که ان الله عز وجل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوة بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیهما. حضرت فرمودن خدا 3 تا موجود آفرید. یکی ملائکه رو آفرید که به ملائکه عقل داد، شهوت نداد. دوم 4 پایان رو آفرید، به 4 پایان شهوت داد، عقل نداد. سوم انسان رو آفرید، به انسان هم عقل داد هم شهوت داد. حالا در مورد انسان فمن قلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه. اگر انسانی پیدا شد که عقلش بر شهوتش چربید و غلبه کرد، این از ملائکه برتر است. و من قلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. اما اگر کسی شهوتش بر عقلش پیروز شد، این از بهائم هم پایین تره. یعنی حضرت جواب خوبی دادن، یه ملاک دادن. به طور کلی نگفتن انسان برتر است یا ملک برتر است. گفتن آقا ببینید، ملک عقل دارد، شهوت ندارد. حیوان شهوت دارد، عقل ندارد. انسان هم عقل دارد هم شهوت دارد. لذا اگر انسان عقلش پیروز شد، از ملک برتر است. چرا برتر است؟ چون ملک اگر کار عقلانه ویژگی ملک رو تونسته به نحو کمالش داشته در حالی که باشه. شهوت هم دارد. ببینید اگر یک انسانی پیدا شد که عاقلانه قدم برداشت، یعنی با خودش جنگیده، این شهوت داشته. ولی اگر ملک عاقلانه قدم برداشت، شهوتی نداشته، هنری نکرده. بله. از اون ور اگر انسانی پیدا شد که شهوتش بر عقلش چربید، از حیوان هم از حیوان بستره. چرا؟ چون حیوان اگر از روی شهوت حرکت کرد تو عقل نداره، اما انسان که عقل داشت. لذا نمیشه گفت به طور کلی انسان برتر است، نمیشه گفت به طور کلی انسان بدتر است. بنا به انتخابی که بنا به رفتار و کرداری که انسان میکند میتونه از ملائکه برتر بشه. بعد اگر برتر از ملائکه شد، میتونه اون استفاده‌ای که ما گفتیم از ملائکه بکنه. به قرآن که این در مورد روایات و روایات خیلی زیاد هست. ما اگر بخوایم روایات رو بخونیم، روایاتی که دلالت میکند بر اینکه انسان افضل بر ملک هست، باید چند جلسه فقط روایت بخونیم. فقط همین اندازه از من قبول بکنید که ما روایات بسیار زیادی در این زمینه داریم که انسان میتواند و یا اینکه از ملائکه افضل هست، میتواند افضل باشد یا اینکه افضل هست. قرآن که مراجعه میکنیم، یه اتفاقاتی رو قرآن بیان میکنه، یه جریانهایی رو قرآن نقل میکنه که از اون جریانها راحت میشه استفاده کرد که انسان افضل از ملائکه است. در همون آیاتی که داستان خلقت رو مطرح میکنه که ما بارها و بارها این داستان رو مطرح کردیم و در هر قضیه یک استفاده از این داستان کردیم، باز این داستان رو نقل میکنیم و میبینید که تو این داستان کاملا مشخصه که انسان برتری داده شده. اولش که بحث خلافت مطرح میشه. یک، بحث خلافت. میفرماد اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. ملائکه سوال کردن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک. یعنی چی کار کردن ملائکه؟
یعنی این سوال برای خود ملائکه هم بود. یعنی این سوالی که الان ما داریم مطرح میکنیم که انسان افضل است یا ملک، از روز اولی که انسان خلق شد برای تو خود ذهن ملک به وجود تو ذهن ملک هم بود. اینا گفت که خدا فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. اونا گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک، ما هستیم چرا او؟ اعتراض نبود، سوال بود، یعنی واقعا استفهام بود. مگه چی داره این انسان که این بشه خلیفه من نشم؟ خدا جواب داد که انی اعلم و ما لا تعلم، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. خب این خود این معلوم میشه که ملائکه هم اون روز پذیرفتن که چنین سوالی کردن که چرا این خلیفه بشه من نشم؟ من که ظاهرا بهترم. که خدا فرمود نه، یه چیزایی از شما نمیدونید من میدونم، انی اعلم و ما لا تعلم. نکته دوم علم الاسما بود. روز اول که آدم خلق شد علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. علم اسما رو به آدم دادند و گرفت، اما ملائکه علم الاسما نداشتند. این که انسان علم الاسما رو داشت و خبر داد، ملائکه نداشتند و خبر ندادند و گفتند که سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اینم اعتراف دوم خود ملائکه که گفتن انسان افضل از ماست. نکته سوم دستور به سجده در مقابل انسان. موقع که جریان اینطور شد و ملائکه دیدن که آدم علم الاسما دارد و اونها ندارن، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الملائکه. در دو جای دیگه قرآن میفرماد که فسجد الملائکه کلهم اجمعون. این تعبیر رو دقت بفرمایید. موقع خدا دستور داد همه ملائکه بلا استثناء، یعنی حتی ظاهرا جبرائیل، میکائیل، از ملائکه مقرب الهی هم اونایی که یحملون العرش هم بودن اونا سجده چی؟ جبرائیل و میکائیل هم، یعنی حتی رؤسای ملائکه، سران ملائکه، ملائکه مقرب، اونایی که از همه نزدیکتر هستن به خدا. این ظاهر آیه اینه فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه در مقابل انسان سجده کردن. البته حالا معنی سجده این نبود که در مقابل انسان عبادت کردن، انسان رو پرستیدن. همونطور که مروی از ائمه ما علیهم السلام هم هست، این سجده به وجه تکریم بوده، به وجه تعظیم شأن انسان بوده، تقدیم انسان بر ملائکه بوده. یعنی چه؟ یعنی اونا اون روز پذیرفت، خدا فرمود این بر شما مقدم است، اونا هم پذیرفتن که بر انسان بر ایشان مقدم است، لذا به راحتی در مقابل انسان سجده کردن. فقط یه نفر سجده نکرد، یه نفر بود که نتونست فضیلت انسان رو بر خودش بپذیره. پس تا اینجا شد سه نکته که قرآن دلالت کرد که ملائکه، انسان بر ملائکه تفضیل دارد. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. با افتخار خدمتشون شرفیاب شدیم و الحمدلله که این لحظات عمرمون پر از در و گوهر قرآنی شد. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر. محتاج دعای خیر شما هستیم. یا علی تا جا خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد